خب تو این قسمت قراره بریم سراغ اولین مبحث زبان برنامه‌نویسی پایتون، یعنی متغیرها. متغیرها تو پایتون به شکلی مثل یک جعبه میمونن، مثل یک فضای ذخیره سازی میمونن که ما میتونیم داخلش مقدار ذخیره بکنیم و بعداً وقت نیاز داشتیم باشون ازشون استفاده بکنیم. برای تعریف کردن یک متغیر توی پایتون نیازه که اول اسمش رو تعریف کنیم، بعد یک مساوی قرار میدیم و اون مقداری که قرار داخلش باشه، برای مثال پایکد. خب الان ما این متغیر رو تعریف کردیم. مفهومش اینه که ما یک فضای داریم که اسمش نیمه، که وقتی که اون نیم رو صدا میزنیم مقدار پای کد برای ما فراخوانی میشه. برای مثلا اگه بخوام پرینتش بکنم، پرینت نیم، وقتی که این برنامه اجرا بشه میبینید که اینجا پای کد برای ما برگردونده شد توی ترمینال و حالا هر چیز دیگه هم مثلا اینجا بذارم همون مقدار رو به ما برمیگردونه. توی پایتون نیاز نیست که تعریف بکنید که چه نوع داده‌ای قراره توی اون متغیر ذخیره بشه، ولی خب اینکه بدونید چه نوع متغیرهایی داریم واجب و لازمه. نوع داده اول نوع اینتیجر هست یا همون اعداد صحیح. توی پایتون به عنوان اینتی هم شناخته میشه. می‌بینید که داخلش میتونیم اعداد صحیح ذخیره بکنیم، 2 20 -20 یا هر چیز دیگه‌ای که صحیح باشه. و وقتی که این برنامه رو اجرا بکنیم می‌بینید که برای ما 2 رو برمیگردونه. و حالا اگر بخوایم که نوع داده رو ببینیم، تایپ رو می‌نویسیم و اجرا می‌کنیم. می‌بینید که اینجا اینت رو برای ما برگردون. نوع داده بعدی رشته ها هستن، همون استرینگ ها که توی پایتون str هم شناخته میشه. میتونید داخلشون متن ذخیره بکنید، حروف ذخیره بکنید. میتونه حالا تک حرفی باشه، میتونه چند حرفی باشه، فرق زیاد نداره. توی تک کوتیشن یا دابل کوتیشن هم میتونید قرارش بدید. برای مثال الان ای من قرار بدم، این هم میتونید توی تک کوتیشن بذارینش، هم دابل کوتیشن. فرق زیادی ندارن با هم دیگه، یعنی بسته به اون استفاده که دارید میتونید ازش استفاده بکنید، سلیقه‌ای خیلی. ولی خب یه فرق ریزی دارن که جلوتر توی دوره بهتون میگم. نوع بعدی نوع بولین ها هستن، مقدار بولین یا فالس ترو یا درستی نادرستی، که دو مقدار بیشتر نمیگیره، یه تروه یه فالسه. میبینید که دو مقدار میتونید داخل ذخیره بکنید، غیر از اینم نمیتونید چیزی ذخیره بکنید. نکته مهمش اینه که حرف اولش باید بزرگ باشه. یه ترو میخواید بنویسید تی اولش، یه فالس میخواید بنویسید اف اولش باید بزرگ باشه، کپیتال باشه. مقدار بعدی نان هستش، هیچی هستش، هیچ مقداری نمیتونه توش، یعنی نانه، داخلش هیچی نیست، خالیه. چه استفاده ای داره رو میتونم جلوتر توی دوره بهتون بگم. صرفا بدونید که مقدار خالی هست. این نوع داده رو صرفا بدونید کافیه، یعنی یه مقدار گیج میشید اگه بهتون بگم، ولی خب جلوتر توی دوره 100% توضیح میدم در موردش. برای اینکه مطمئن بشید و میخواید مثلا یه نوع داده رو توی پایتون ببینید، از تایپ استفاده میکنید. تایپ می‌نویسید، تایپ داخل پرانتز اون متغیری که هست یا حالا مستقیم خروجیش. وقتی که این برنامه رو اجرا بکنم می‌بینید که اینجا نان تایپ برگردون برای من، مقدار نان. خب بهتون گفتم که توی پایتون نیازی نیست که نوع داده یک متغیر رو براشون مشخص بکنید، ولی خب یه نکته‌ای هم که هست، نمیتونید یک متغیری تعریف بکنید که هیچ مقداری نداشته باشه. میتونید تعریف بکنید که یه مایوری داشته باشه که مثلا داخلش یه چیز تک کوتیشن، یه استرینگ خالی بشه، ولی خب نمیتونید اینطوری تعریف کنید که این مایور مساوی با هیچی یا مایور خالی. میبینید که میذاره not defined، یعنی پیدا نشد چنین چیزی که گفتی رو من نمیدونم چیه این. حتما باید یک مقداری داخلش ذخیره بکنید، حالا یا عددی باشه یا متنی باشه، هر چیزی. خب چیزی بعدی که باید بدونید اینه که پایتون نحوه اجرای عملیاتش از چپ به راست و از بالا به پایینه، یعنی خط به خط شروع میکنه از چپ به راست. چی میگن، اون عملیات رو انجام دادن. برای مثال شما نمیتونید بنویسید 0 مساویه با x، چنین چیزی غیر ممکنه. خب نکته بعدی قوانین نامگذاری متغیرها در پایتونه. شما میتونید از حروف استفاده بکنید برای اسمگذاری یک متغیر. میتونید در اول اون اسم متغیر از آندرلاین استفاده بکنید.
ولی خب نمیتونید از اول اسم اون متغیر از اعداد استفاده کنید. برای مثال 9x چنین چیزی ارور میده توی پایتون. ولی خب میتونید بذارید x9 مشکلی نداره. بعد از اون حروف هر عددی گذاشتید هیچ ایرادی نداره، اروری نمیگیره. ولی خب اگر اولش بذارید با ارور مواجه میشید. خب نکته بعدی اینه که از علامت ها برای اول اسم متغیرتون استفاده بکنید. اول و آخر هم فرق نمیکنه، ولی مثلا بعدش هم من بذارم حتما این ارور رو میگیرم، برخلاف اعداد که اگر من بعد از اون حروف بذارم هیچ اروری نمیگیرم یعنی. پس از این دوتا نمیتونید استفاده بکنید. پایتون به حروف کوچک و بزرگ حساسه، کیس سنسیتیو به قولی. یعنی اگر شما مقدار یه x کوچک رو 9 قرار بدید و بیاید توی خط بعدی از x بزرگ استفاده بکنید، میبینید که نوشته x is not defined، یعنی x پیدا نشد. من x رو نمیدونم چی است که نوشته اینجا، چون تعریفی نشده. ولی اگر مثلا بیام این x رو بزرگ بنویسم، میبینید که اروری نمیگیره و برنامه کاملا اجرا میشه. اگر بخوام بعدا اینجا وای رو پرینت کنم، البته اجراش که بکنم میبینید که 45 برامون برگردوند. 9 رو اینجا جاگذاری کرد و ضرب در 5 کرد و برای ما برگردوند. نکته بعدی استفاده نکردن از کلمات کلیدی و کلمات رزرو شده در پایتونه. یک سری کلمات توی پایتون رزرو شدن، یعنی برای استفاده کردن از یک سری قابلیت‌های خاص، یک سری فانکشن‌های خاص میتونید از اونها استفاده کنید. برای مثال if، برای مثال while، برای مثال for. این چیزها اختصاصی هستند، یعنی به صورت رزرو شده هستن از پایتون و نمیتونید اسم متغیرتون رو if قرار بدید. برای مثال 0 مثلا، میبینید که ارور میده. خب نکته بعدی نکته تشخیص دیتا تایپ ها و نوع داده هاست. بهتون گفتم پیشتر که از تایپ شما میتونید برای تشخیص نوع یک متغیر استفاده بکنید. برای من این برنامه رو اجرا بکنم، میبینید که تک تک برای ما اینا رو برگردونده که کلاس این اینت، یعنی نوع دادهش اینت عددیه، بعدی هم اینت یعنی ولی خب بزرگی خیلی حروفش اعدادش، بعدی به صورت اعشاری فلوت، بعدی استیار یا همون استرینگ و به قولی رشته هستش، بعدی هم همینطور، و مقدار بعدی هم بوله، BOOL یا بولیان یا درستی نادرستی، فالس ترو، هرچی که اسمش رو میذاری. ولی خب توی برنامه نویسی به بولیان شناخته میشه. توی پایتون هم به BOOL یا بول. و خب خود پایتون به صورت خودکار اون نوع داده رو تشخیص میده و قرارش میده نوع داده‌ای که نیازه رو. پس نیازی نیست که از قبلش براش مثلا بنویسید int a مساوی با فلان. یه سری از زبان‌های برنامه نویسی به این شکله، ولی خب پایتون نیازی به این کار نداره. یه خلاصه‌ای از مفاهیمی که توی دوره گفتم، توی این قسمت گفتم و براتون بگم. خب برای ساخت یک متغیر کافیه که اسم یک متغیر رو قرار بدیم مساوی با اون مقدار قرار بدیم و نمیتونیم خالی بذاریمش. نمیتونیم مقدار رو خالی بذاریم چون نیازه که حتما تعریف بشه اون مقدار براش. حالا میتونه یه استرینگ خالی باشه، میتونه یه دابل کوتیشن خالی یا تک کوتیشن خالی باشه، ولی خب حتما باید تعریف بشه برای ما. نیاز به تعریف نوع داده نیستش، پایتون خودش به صورت خودکار تشخیص میده. متغیر بدون مقدار اولی نمیتونه وجود داشته باشه که گفتم. نام متغیر نباید با عدد یا علامت شروع بشه. این یکی از قوانینیه که برای اسم‌گذاری یک متغیر هست توی پایتون و حالا توی زبان‌های مختلف. نام‌ها به کوچک و بزرگ بودن یا همون کیس سنسیتیو بودن حساس پایتون و x کوچک با x بزرگ مقداراش متفاوته. و کلمات رزرو شده توی پایتون مثل if، مثل while، مثل for که جلوتر باشون کار داریم هم نمیتونیم به عنوان یک اسم متغیر تعریفش بکنیم. خب امیدوارم که این قسمت براتون مفید واقع بشه و واقع شده باشه. اگر سوالی داشتید میتونید توی کامنت های این ویدیو یا توی سایت یا توی پلتفرم مختلف مثل دیسکورد و تلگرام ازمون بپرسید.